سلام خدمت همه دوستان عزیز، خوش اومدید به چنل فوتزون، اولین ویدیو چنل من. ما توی این چنل در مورد مسائل فوتبالی روز و تاریخی صحبت خواهیم کرد. توی این ویدیو میخوام 30 نفر برتر توپ طلا که توسط مجله فرانس فوتبال اعلام شدن رو رده بندی کنیم و ببینیم کی لایق تره برای برنده شدن توپ طلا. پس با ما همراه باشید. خب دوستان، من اول از همه لیست رو برای شما میخونم که بفهمید چه کسایی داخلش هستن. توی این لیست ما بلینگهام، امباپه، دوناروما، محمد صلاح، فلوریان ویرتز، هالند، اشرف حکیمی، فندایک، مکالیستر، نویس، کواratskhelia، نونو مندز، دنزل دامفریز، لواندوفسکی، گیوکرش، دزیر دوه، پالمر، فابیان رویز، دکلان رایس، مارتینز، گیراسی، پدری، مکتومینای، هریکین، اولیسه، یامال، رافینیا، وینیسیوس، ویتینیا و عثمان دمبله حضور دارن که 30 نفری هستند که هر ساله توسط فرانس فوتبال رده بندی میشن و به عنوان 30 نفر انتخاب میشن و 100 تا از خبرنگارای برتر رنکینگ فیفا میتونن داخل رأیگیری شرکت کنن و به این 30 نفر رأی بدن تا به لایق ترین کس برای بردن توپ طلا برسیم. خب ما اینجا تیر لیست رو داریم، بذارید من تیر لیست رو براتون بیارم. اینجا لپتاپم جلوم هست. خب اول از قطعا از آخر شروع میکنیم. کاتگوریایی که داریم 20 تا 30، 10 تا 20، 4 تا 10، 1 تا 3 که 1 رو نمیذاریم، 2 و 3 اینجا قرار میگیره و 1 هم که تو رتبه خودش قرار میگیره. نفر 30 که من به نظرم باید توی این لیست قرار بگیره مکالیستر لیورپوله. چرا؟ مکالیستر به عنوان یه هافک آرژانتینی فصل خوبی رو توی لیگ جزیره گذرون، قهرمان لیگ جزیره شد، ولی خب توی اروپا نتونست موفقیت رو بیاره و توی همون مرحله اول حذفی به صد پاریس سن ژرمن قهرمانی اروپا خوردن و حذف شدن. اما در کل هافک خوبی بود، ولی به نظر من مثلا هافکای مثل فدریکو والورده یا فرانکی دیون که آره میتونیم بگیم لایق تر بودن که داخل این لیست قرار بگیرن تا مکالیستر، اما بازم به نظر من خوبه و رتبه 30 بالاتر نمیتونم قرارش بدم. خب رتبه 29 لیست من فابیان رویز، یه هافبک دیگه که هافبک اسپانیایی تیم پاریس سن ژرمن. خط هافبک پاریس سن ژرمن کلا به خود فصل خیلی خوبی رو گذرون، ولی به نظر من بین نویس، ویتینیا و فابیان رویز عملکرد ضعیف‌تری نسبت به هر دو نداشت و فکر کنم هم معتقدم به اینکه فابیان رویز ضعیف‌تر بوده نسبت به دو هافک دیگر. به نظر من نسبت به کسایی که داخل لیست داریم رتبه خوبیه برای فابیان رویز، چون من لیست رو فکر کردم قشنگ چیندم تا بهترین چیزی که میتونم و به نظرم میاد و توی لیست قرار بدم. خب پس دیگه بحثی نداریم، قهرمان اروپا شده و به نظر من همین که قهرمان اروپا شده و تیمایی که قهرمان اروپا شدن معمولا هافبکای خیلی خوبی دارن و اینکه به عنوان یه هافبک شما قهرمان اروپا شده باشه حقیقتا توی توپ طلا حضور داشته باشه. نفر 28 نایب قهرمان لیگ قهرمانان اروپا دنزل دامفریز، دفاع راست هلندی اینتر که میتونه قابلیت بازی دفاع چپ هم داره. فصل خیلی پرنوسانی داشت، یعنی هیچ جامی برنده نشدن. عملکردش بعضی جای فصل خوبه، بعضی جای فصل بد بود و به نظر من یکی از دلایلی هم که اینجاست بازی مقابل بارسلونا و رفت و برگشت با اون عملکرد بی‌نظیرش بود که یکی از سوژه هایی شد که میتونیم توی لیست قرارش بدیم و ازش استفاده کنیم. خب در کل این بازیکن آمار خیلی خوبی داشت تا
نسبت به دفاع راست، ولی به نظر من بیشتر از 28 بهش نمیرسه. خب نفر بعدی که ما اینجا داریم یکی از بازیکنایی که تو نیم نهایی اروپا هم رسید و دوم لیگ جزیره شد، یعنی دکلن رایس از آرسنال. آقای برنج رو حتما میشناسید دیگه، به خاطر اون بازی‌های خوبی که تو لیگ قهرمانان انجام داد، تو لیگ برتر هم عملکرد خوبی داشت و به نظر من یکی از مهمترین بازی‌هایی که باعث شد دکلن رایس حداقل تو این لیست باشه، مطمئنا بازی مقابل رئال مادرید بود. 2 تا کاشته قشنگ زد، بازی برگشت هم بی‌نظیر بازی رو کنترل کردن و تونستن که به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا برسن و دیگه من زمان مشکلی از این بابت نداریم که دکلن رایس به عنوان تنها آرسنالی که میتونست تو این لیست باشه به نظر من اوکی، با اینکه جامی نیاورد. نفر 26 لیست من یه مهاجم از دورتموند، یعنی سرهو گیراسی. رفت بالا باش. سرهو گیراسی مهاجم خوبیه واقعا، همه جوره من این مهاجم دوست دارم. هر تیمی اینطور این مهاجم رو بگیره قطعا سود میکنه، حتی شده برای نیمکت، چون همیشه آمار گل بالایی داشت، چه فصلی که داخل شتوتگارت بود چه این فصلی که داخل دورتموند حضور داشت. در کل بازیکن خیلی خوبیه و به نظر من جای درخشش بالایی داره و توی این هم فراموش نکنید که یکی از دلایلی که اینجاست قطعا آقای گلی لیگ قهرمانان اروپاست که خب خیلی چیز مهمیه. نفر بعدی که توی لیست من قرار میگیره هافبک جالب تیم سابق ژابی آلونسو و تیم حالای اسلوت، یعنی فلوریان ویرتز. هافبکی بود که 2 فصل قبل بدون باخت به ژابی آلونسو قهرمان آلمان شدن، قهرمان جام حذفی شدن و تا فینال لیگ اروپا رسیدن. اما فصل قبل به نظر من فصل قبل خود ویرتز هرچی عمل کرده فردی داشته، دلیلش اینه که اینجاست. یعنی علاوه تیمی خب هیچ جامی رو نبردن، مثل امباپه که در جلوتر بهش میرسیم، اونم کاملا فردی بوده حضورش توی این لیست و به نظر من کاملا اوکیه. به نظر من مثلا شاید فابیان رویز میتونست در ازش بالاتر باشه، ولی نه، من رویز رو در کل بازیکن بهتری از فابیان رویز میدونم و به نظر من بازیکن مثل والورده حداقل جاش بود تا جای ویرتز حضور داشته باشه اگه قرار بود باشه. نفر بعدی که من انتخاب کردم اما از رئال مادرید، یعنی جود بلینگهام. جود بلینگهام با رئال مادرید فصل قبل دستاوردی نداشته، اما فصل نسبتاً خوبی داشته. یعنی به نظر من این که اسمش بزرگه یکی از دلایلی بوده که قطعاً اینجاست، چون یادمون نره تا و اواسط فصل تا بازی فکر کنم جلوی اوساسونا بود که اولین گلش رو با پاس راول آسنسیو فکر کنم زد و تازه ذره فصلش جون گرفت. قبلش واقعا فصل ضعیفی ارائه داده بود. دلیلش هم این بود که باید زحمت بازیکن مثل وینی و امباپه رو با هم میکشید و استفاده کارلو آنچلوتی واقعا ازش بد بود و شاید والورده تو نحوی که اوایل اواسط فصل که آنچلوتی داشت هی ترکیبای مختلف رو تست میکرد بیشتر به کارش اومد، ولی بلینگهام اونجا نبود. بلینگهامی که فصل قبل خودش رو قشنگ ثابت کرده بود نباید به خاطر وینی و امباپه زحمتش رو 2-3 برابر کنی که بخوای زحمت نکشیدن و پرس نکردن اونا رو جبران کنی. در کل بازیکن خوبیه، ولی شاید لایق حتی تو رئال مادرید لایق نبود که تو اینجا باشه، ولی اسمش قطعاً اینقدر بزرگ هست که اون رو تا اینجا بکشونه باشه. نفر بعدی به نظر من بازیکن فوق‌العاده فصل قبل اینتر که کار قشنگ واسهشون جمع کرد، آقای لاوتارو مارتینز. لاوتارو مارتینز مهاجمی بود که در کنار تورون فصل واقعا خوبی رو داشت، چه تو لیگ قهرمانان چه تو لیگ ایتالیا، ولی هیچ دستاوردی خب نداشتیم. یعنی خیلی از بازیکنایی که اینجا عملکرد فردی خوب داشتن ولی هیچ دستاوردی نداشتن، مثل ویت، مثل بلینگهام، مثل مارتینز، مثل دکلان رایس و حتی مثل گیراسی که دقیقاً اگه یکی مثلا گیراسی اگه بوندسلیگا رو قطعاً میومد بالا بین 10 تا 20
یا دکلان اگه لیگ جزیره رو میبره یا لیگ قهرمانان رو لیگ قهرمانان که میاد جای 4 تا 10 یا 1 تا 3 هم میتونه قرار بگیره. اما مارتینز عملکرد فردی خوبی نسبت به همه بازیکن‌ها که اینجا داشتیم و جامی نبردن داشته و به نظر من حقش هست اینجا باشه. پس میریم سراغ نفر بعدی. به نظر من مهاجم گلزن تیم اسپورتینگ لیسبون یعنی ویکتور گیوکرش هم اینجا حقش هست توی این جدول قرار بگیره، به خاطر گلایی که زده قهرمان لیگ پرتغال شده و همین چیزایی که میدونین تو لیگ قهرمانان جلوی سیتی گلزنی کرده، جلوی خیلی تیم‌های بزرگ گلزنی کرده و آمارش هی بهبود بخشیده و قطعاً به نظر من آمارش درسته توی پرتغاله ولی از مارتینز بهتر بوده و به نظر من حقش از جلوتر از مارتینز بشه و اینکه جام بردن خیلی تاثیر داره حتی اگه لیگ پرتغال بشه. مستقیم میریم سراغ نفر بعدی، اونم یه مهاجم ارلینگ هالند بدون جام باز هم باخت توی فینال جام حذفی و ناکامی توی لیگ جزیره و حذف در مقابل رئال مادرید در UCL. همه اینا دلیل شده که این بازیکن رتبه بالاتر از این نگیره و همین هم به نظرم زیادیه که توی این لیست حضور داره. چرا از یوکرش بالاتر گذاشتمش؟ دلیلش اینه که خب یه گل زیادی زده و خب یوکرش هم انقدر زده ولی خب اون تو لیگ جزیره گل زده و خیلی کار سخت‌تریه نسبت به لیگ پرتغال و اون جامعه رو من اینجا تاثیرش ندادم. در کل نظام هالند عملکرد بهتری داشته است یوکرش. اما یه چیزی که هست به نظر من الکساندر ایزاک حقش بود که توی این لیست حضور داشته باشه و در مثلا جایی که هالند هست باشه، چون هم جام برده هم عملکرد گلزنی خوبی داشته و فصل خوبی داشته که از گرونتای مهاجمایی که این فصل داره نقل و انتقالات روش انجام میشه و مقصده مثل لیورپول رو بهش پیشنهاد میدن اما فعلا هیچ چیزی رو قبول نکرده و فعلا توی نیوکاسل مونده. البته خود نیوکاسلی ها نمیخوان که ایساک با قیمت کم جایش کم منظورم 120 میلیونه، اون میخوام 150 60 میلیون واسه ایساک بگیره که به نظر من اینقدر هیچ بازیکنی نمیارزه واقعا. حتی بازیکن مثل وینی مثل یامال واقعا 200 میلیون نمیشه. ادامه کار بازیکن بعدی که من انتخاب کردم بازم دفاع مستحکم قهرمان لیگ جزیره یعنی آقای وندایک و وندایک دفاع خوبی داشته، دستاورد داشته، قهرمان لیگ جزیره شده و به عنوان یک دفاع عملکرد جالبی داشته. بنظرم بهترین دفاع لیگ جزیره در کنار سالیبا بود و خب بالاترین لیگ جهان شما اگه بتون جزو بهترین دفاعش بشی قطعاً حقت هست که توی این لیست 30 نفره حضور داشته. ببین چند نفر رو تا حالا گذاشتیم توی این لیست؟ 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 تا شده. یک وندک کس میره توی رتبه بالایی توی 10 تا 20 نفر که میشه رتبه دقیقا میشه رتبه 19 همه. خب اما ما میخوایم نفر بعدی رو بگیم. نفر بعدی بازم از تیم قهرمان اروپا پاریس سن ژرمنه یعنی ژائو نوس، هافک پرتغالی که تو نیم فصل فکر کنم به تیم پاریس سن ژرمن اضافه شد. نمیدونم تو نیم فصل اضافه شد یا از اول فصل بود تو نیم فصل درخشید، حالا اینو درست نمیدونم، حتما تو کامنت بگید. و عملکرد خیلی خوبی داشت به عنوان یه هافکی که مثلا ویتینیا اگه هافک بازی سازه بود نوس میرفت میجنگید، توپ پس میگرفت، تو بازی خیلی خوبی رو ارائه میداد و قطعا حقش هست توی لیست ما حضور داشته باشه. نوس بازیکنیه که به حساب پتانسیل زیادی داره که تو هر تیم اروپایی بزرگی که بخواد میتونه با این سبک بازی که داره حضور داشته باشه. هر تیمی که نیاز به توپ پخش‌کن داشته باشه، هم تیمی که نیاز به جنگنده داشته باشه، میتونه تا حدی هر دوشو به خوبی انجام بده. دوستان عزیز حتما ویدیوی ما رو لایک کنید و چنل فوتزون رو حتما سابسکرایب کنید. با ویدیوهای قشنگ و جالب دیگه در خدمتتون حتما هستیم و این هنوز اول کار ماست. خب مستقیم میریم سراغ نفر بعدی که من انتخاب کردم. وینگر پرحاشیه رئال مادرید یعنی وینیسیوس جونیوری که
هر سال این عملکرد نسبتا خوب خودش نشون میده، ولی خب جالبم هست که نمیشه واقعا هر سال از این حاشیه‌اش گذشت. بس اون خیلی پرحاشیه، هی داور دوام میکنه، هی با بازیکن دوام میکنه، هی با مربی دوام میکنه و کاراش کلا کار عجیب غریبیه، ولی در کل بازیکن خوبیه. هر فصل میانگین فصل خودش رو داره و به خاطر اسمش هم که شده، به خاطر کارهایی که انجام میده، به خاطر دیبلای قشنگش، به خاطر سبک بازی خوبش تو این لیست قرار میگیره. فقط اگه یکم تنبلی نکنه قطعا میاد جزو بالاتر. و یه چیزی هم که در مورد وینی هسته، قطعا این ندادن توپ طلا بهش خیلی تاثیر میذاره روی این موضوع که افت داشت، از لحاظ روحیه‌ای ریخت به هم و کم عملکردش ضعیف‌تر شد. البته میرالی حتما امید داشته باشیم فصل بعد احتمال داری وینی خیلی ترسناک ببینیم. میریم سراغ نفر بعد از وینی، مهاجم پر خطر و قوی بارسلونا، یعنی روبرت لواندوفسکی. روبرت لواندوفسکی یه مهاجم خیلی خوبه و میدونیم چه عملکردش، کریر بزرگی داره این بازیکن. گلزن قاتل خیلی خطرناکیه، هی گل میزنه. تو لیگ قهرمانان گلزنی کرد زیاد، تو لیگ اسپانیا گلزنی کرد و همه جوره کار واسه بارسلونا در آورد. ولی یکی از مشکلاتی که به نظر لوا درگیری شد، میتونست بین 4 تا 10 بیاد بالا اگه یک کمی اون موقعیت خراب کردنهای بیش از حدش رو کم میکرد و بیشتر اون موقعیتش رو به گل تبدیل میکرد، کفش طلا میبود، قطعا میومد بین 4 تا 10. مثلا چیزی که الان امباپه رو ما میتونیم بین 4 تا 10 ببینیم، فقط چون این بازیکن کفش طلای اروپا رو برد. شاید از کفش طلای اروپا رو لواندوفسکی بود حتی لایق‌تر از رافینیا و یامال نمیشد بالاتر بردش و حتی تو جایگاه اول گذاشتش، ولی این موقعیت خراب کردنه بیش از حدش یک کمی با هم هوادار بارسلونا و هم کسایی که منتقدن اونها رو بودن میذاره آزار بده. خب مستقیم بریم سراغ نفر بعدی، یکی از نجات بخش‌ترین بازیکنان فصل قبل پی اس جی، یعنی دوناروما، دروازه‌بان بی‌نظیرشون. یعنی واقعا توی لیگ قهرمانان تو مراحل بی‌نظیر کار کرد، چه پنالتیایی که جلوی لیورپول گرفت، چه توپایی جلوی استون ویلا گرفت، چه توپای بی‌نظیر چه قشنگ جلوی آرسنال کرد و فینال هم خیلی دردسری نداشت. یعنی کارا رو اونجا کرد. فینال همه گفتن دمت گرم و بازی بی‌نظیر کردن، 5 تا به اینتر زدن و تونستن کارو جمعش کنن که میشه بازیکن شماره ما. واقعا خیلی خفنه. به عنوان دروازه‌بان کمتر می‌بینیم دروازه‌بانی که بیاد اینقدر بالا. البته در مورد پاریس بخوایم صحبت کنیم، عملکرد نیم فصل اولشون، نیم فصل اول پاریس به مراتب خیلی ضعیف بوده. این تا دم حذف شدن از لیگ قهرمانان هم رفتن، لب پرتگاه بودن که برد جلوی سیتی نجات شد. نه که سیتی می‌بردشون، الان پاریس به نظرم هیچ نماینده‌ای تو این لیست نداشت. نمیگم حتی 7-8 نماینده فکر کنم توی این لیست از پاریس سن ژرمن. من همه بازیکنایی که دارم می‌بینم 4-5 تاشون 5-6 تاشون از تیم پاریس سن ژرمن هنوز که دسته‌بندی نشدن و دوناروما قطعا تاثیر خوبی داشت. نیم فصل اول ضعیفی داشت، اما نیم فصل دوم واقعا عملکرد خیلی خارق‌العاده‌ای داشت. ادامه میدیم. میریم سراغ رتبه بعدی که انتخاب کردیم، مهاجم گلزن انگلیسی بایر مونیخ یعنی هری کین رو انتخاب کردیم به عنوان این رتبه. هری کین زیاد نباید در موردش مثلا صحبت خاصی باشه. مهاجم گلزن یه قهرمان آلمان شده و بالاخره جام برد. یعنی یکی از تلس‌های عجیبی در فوتبال که هری کین جام نمی‌برد. البته اینکه تو تاتنهام بود بی تاثیر نبود، اومد توی بایر همون سال هم تاتنهام جام گرفت هم هری کین و اینجا خوشحالی هری کین و تاتنهامیا با هم خیلی جالب بود و خوشحالی براش که بالاخره جام آورد. یه دونه جام هم یه دونه است، ولی در کل مهاجم خیلی خوبیه، نمیشه اصلا ازش گذشت. یه ذره افت توی بازی‌های بزرگ ما ازش دیدیم، مثلا بازی جلوی اینتر میتونست بیشتر گلزنی کنه، میتونست موقعیتایی که داره رو بیشتر تبدیل به گل کنه، اما خب
موقعیت خوبش رو از دست داد و الان شاید میرفتن جای اینتر، میرفتن حتی اگه بارسا رو میزدن میرفتن توی فینال و اون موقع رتبهش میومد بین 4 تا 10 یا حتی 1 تا 3 اگه قهرمان میشد. خب میریم سراغ نفر بعدی، بهترین بازیکن سری آ ایتالیا، یعنی اسکات مک‌تومینای. اسکات مک‌تومینای بازیکنی که از منچستر یونایتد میاد، طبق همیشه طرد شده اومد توی جدی درخشید، بی‌نظیر بازی کرد، عالی بازی کرد، ناپولی رو به قهرمانی ایتالیا رسوند. قطعاً لایق اینجاست، حتی اگه تو چمپیونز لیگ حضور داشتن، اگه مرحله گروهی میرفتن بالا رتبهش بالاتر هم میومد، ولی به نظر من برای قهرمانی ایتالیا همینجا کافیه. آمار گل و پاس گلش هم که میدونین 2 رقمی شد و در کل عملکرد خیلی خوبی داشت. دیگه بیشتر از این نباید صحبت در موردش بکنیم. میریم سراغ نفر بعدی، خویچ کواراتسخلیا رو من برای این بازی انتخاب کردم. خب شاید بگید که خب چرا این بازیکن اینجا قرار گرفته؟ چون پاریسی زیاد، چرا درو پاریس 10 تا نماینده داره، چرا اینقدر پاریسی تو این لیسته؟ و خب یکی از مثلا میتونستیم بگیم عملکرد ضعیف ترین بازیکن‌ها شما می‌خواستن اینجا قرار بدن، خب کواراتسخلیا رو مردم قرار بدن که قرارش دادن. فیگر عالی، یعنی یکی از با تکنیک ترین بازیکنایی که من در حال حاضر میشناسم قطعا کواراتسخلیا است. آدمش که قهرمان اروپا شده، 3 گانه زده، اینا همه رو میدونیم، ولی من دیگه بیشتر از این نمیتونم بالاتر بزنم چون بازیکنایی براشون آمار عملکردی بی‌نظیری داشتن و من اصلا صفر جامو پس اونا انجام ندادم، فقط بر اساس عملکردی که داشتن رتبه بندیشون کرد. نفر بعدی که موقعیت سازترین مهاجمای بوندسلیگا یعنی اولیسه رو انتخاب کرد. اولیسه میدونی که در کنار یامال، حتی من در بعضی از آمار دیدم از یامال بالاتر هم بوده نرخ موقعیت سازیش و نرخ پاس گلی که داشته. پاس گلاش بیشتر نبوده ولی موقعیت سازیش واقعا بیشتر از یامال بوده و اولیسه باید در این لیست حضور داشته باشه و همه جوره تاییدش میکنم. با قهرمانی آلمانی که گرفته دیگه حتما اینجا لایقشه. سو آخرین بازیکنی که در این دسته قرار میگیره آقای نونو مندز، دفاع پرتغالی تیم پاریس سن ژرمن. یه فصل بی‌نظیر، بهترین دفاع چپ قطعا جهان و شاید حتی بگی بهترین فولبک جهان. که بهترین فولبک جهان بعد از اینه، ولی اونم از پاریس، قطعا اشرف حکیمی. حالا باز صحبت می‌کنیم. چیز کار درست‌ترین بازیکنه که با تلاش‌ترین پرس عالی، جلو اومدن عالی، فداکاریش واسه تیم و همه جوره بازیکن خوبی بوده. قهرمان 3 گانه شده و همینجور بهترین جاییه که میتونیم قرارش بدیم. میریم سراغ نفر بعدی که داریم برنده کفش طلای اروپا. نفر اول کاتگوری کیلیان امباپه، با گلزنی بالایی که داشته قطعا لایق حضور در این لیست و حتی این جایی که الان هست جزو کاتگوری 4 تا 10 هست و لیاقتش رو داره با گلی که زده. اما شاید اگه مثلا لالیگا رو میبردن هم بارسایی‌ها میومد پایین‌تر و هم میرفت بین شاید 1 تا 3 که داره. میریم نفر بعدی که ما داریم، باز این بار از بارسلونا، پدری. قهرمان 3 گانه داخلی اسپانیا شده و نمیشه ایرادی ازش گرفت. کارش بسیار تا بسیار عالی بوده. هافک خلاق بارسلونا و یکی از بهترین هافک‌های فصل قبل اروپا تو پاشگان دوست داشتنی بارسلونا، آقای پدرو گونزالز، مرقب پدری. بریم سراغ نفر بعدیمون که داریم آقای اشرف حکیمی رو من اینجا انتخاب کردم. بهترین فولبک فصل قبل اروپا از نگاه من و شاید خیلی ها توی دنیای فوتبال قطعا آقای اشرف حکیمیه. آقای اشرف حکیمی کارهای بی‌نظیر کردن، قهرمان 3 گانه شدن. میدونید چه آمار گلزنی و پاس گلی داشته به عنوان دفاع راست و واقعا مقابل تحسین این آمار و قطعا همه لذت خواهند برد از این آمار زیبا آقای اشرف حکیمی. خب
دیگه نیازی نیست در مورد ساعت رو میدونیم چه آمارشه، آمار رو میخوایم میتونیم اگه هم هر بازیکنی از اینجا رو خواستید که آمارش و سبک بازیش و کلا رو بررسی کنیم حتما توی کامنت ها بنویسید. من دونه به دونه بازیکنایی که بخواین رو براتون بررسی میرم. خب بریم سراغ نفر بعدی که بعد از اشرف حکیمی داریم. من اینجا بهترین هافک قطعا دنیا رو انتخاب میکنم برای این پست، آقای ویتینیا. قهرمان اروپا شده، قهرمان فرانسه شده، قهرمان جام حذفی فرانسه شده و همه جامایی که میتونسته رو برده. تو پخشگاه عالی و بی‌نظیری داشته. در کنار پدری به نظر بهترین هافک‌های دنیا و بهتر از این دوتا نداشتیم تو فصل اول. به عنوان هافبک تو پخش کن من والورده رو هم در کنار این سه نفر قرار میدم که عجیبه هنوز باور نمیشه والورده مثلا تو این لیست نیسته. مثلا من کالیستر هست ولی والورده نیسته. بعد خب شاید بگین شاید بخاطر جام نبرده. خب جام نبرده، خب امباپه که باید باشه مثلا وینی، مثل بلینگهام، مثل ویت، مثل گیراسی هم نباید باشن، مثل دکلان رایس. یعنی واقعا از دکلان رایس بهتر نبود والورده باید میبود. مثلا واسه که جام برده مثلا بهتر از دنزل دامفریز بهتر نبود جوز کنده رو میگذاشتن. نمیدونم. خب ویتینیا میدونیم یه آمار فوق‌العاده پاس گل ثبت کرده و یه مخصوصا نیم فصل دوم بی‌نظیر، همه بازیکن پاریس یه نیم فصل دوم بی‌نظیر داشت. میریم سراغ نفر بعدی بعد ویتینیا. دیگه داریم میرسیم به نفرهای آخر. دزیر دوه رو من انتخاب کردم. چرا؟ یکی بهترین بازیکن جوون جهان بود و نظر من شاید کوپا رو هم به راحتی امسال تقدیمش بکنن و بگن آقای دوه بفرمایید این جایزه کوپا که خیلی از بزرگای دنیا بودن، اینم مال شما برید چیکار میکنید. و کوپا رو هم اگه خواستین تلیسش خطا میسازیم که ببینیم کی بهترین بازیکن جوون سال بشه. دو از تیم فرانسوی فکر کنم رن بین جنگ بایر مونیخ و پاریس به پاریس پیوست و یه عملکرد بی‌نظیر رو داشت. توی وینگر راست بازی کرد، وینگر چپ بازی کرد، هر جایی که انریکه خواست براش بازی کرد و تونست بهترین عملکرد خودش رو ارائه بده. این که چپ و راست بازی کرد باعث شد بیشتر بازی بهش بده. شاید اگه میگفت من فقط میخوام چپ بازی کنم، کوراتسخلیا جاشو میگرفت و نمیگذاشت اونجا بازی کنه و دو تا گل هم که تو فینال لیگ قهرمانان زد و میدونید چه بازیکن خوبی. این سراغ نفر بعدی که من انتخاب کردم. دیگه داریم میرسیم به 5 نفر پایانی. نفر پنجم لیست من اینجا آقای پالمره. جاشون جابجا کنم. پالمر قهرمان جام باشگاه جهانی که دلیلای محکمه که پالمر باید تو لیست باشه. گلزنی دبل کردن توی فینال جام باشگاه جهان دلیل بعدیشه. که پاریس رو بردن دلیل بعدیشه. توی لیگ انگلیس شاید دستاوردی نداشتن ولی همین که سهمیه واسه تیم چلسی گرفت خیلی مهمه. اینکه بهترین بازیکن جام جهانی باشگاه شد خیلی مهمه. اینکه بهترین بازیکن چلسیه اصلا مشخصه که مهمه. و اگه قهرمان جام باشگاه جهان نبود چرا دروغ بگم مطمئن بودم مثلا تو این لیست قرارم نمیگرفت. اما قهرمان جهان و بهترین بازیکن جهان شدنش خیلی تاثیر داشت. نفر چهارم لیست من بین این سه نفر که ببینید محمد صلاحه. آخرین نفر تو این کاتگوری هم قرار میگیره محمد صلاح. بهترین میزان تاثیرگذاری گل توی فوتبال اروپا در فصل گذشته از نظر مجموع پاس گل و گل. به قهرمان لیگ انگلیس. اگه یه مرحله دیگه فقط لیورپول میومد بالا خیلی بهتر میشد و به نظر من شاید رتبهش میومد حتی از بین سه نفر میتونستیم محمد صلاح رو، بخاطر اینکه عملکردش واقعا خیلی خفن بوده و به نظر من اینکه بازیکنی که قطعا در آینده قراره اون عملکرد فصل گذشتهش رو بررسی کنیم قطعا محمد صلاح. مطمئن باشید تو همه جزئیات قراره دیتیل جزئیات بررسیش کنم و بگم که چرا چهارم شده و چی میشد اگه یکی دو مرحله تو لیگ قهرمانان میرفتن بالا میشونست بین یک تا سه قرار بگیره و شاید حتی نفر اول بشه اگه تا نیمه نهایی مثلا میرفتن بالا.
ولی خب اگه تا نیمه نهایی میرفتن بالا قطعا تیم مثل پی اس جی رو زدن و تو راهشون میتونستن از اون که تو لیگ خودشون بود، آرسنالی که تو لیگ خودشون بودن بزنن تو فینال هم تو حضور داشته باشه، اما نشد که بشه و به نظر من رتبه نفر سوم لیست من که شاید با خیلی عجیبه جنبه بشه، من اینجا میخوام لامین یامال رو بذارم نفر سوم. خب میدونید چه استعدادی داره، سبک بازیش حتما تو فصل قبل بارسلونا دیدید چه بازیکنی، چه دریبلایی، چه شوتایی، چه سبک بازی قشنگی داره و میزان پاس گلش هم که بهترین اروپا است فکر کنم و بازیکن 17 سالش واسه 17 سالش بود دیگه. تو 17 سالگی این کار بزرگ کرد که سوم شده و خیلی هم میگن لایق برنده شدن تو بتلاش، حتی ممکن بدن بهش اون جایزه رو، ولی من فکر می‌کنم سومی، چون دو نفر بعدی واقعا قولن. دو نفر دیگر داریم و من واقعا اینجا خیلی تصمیم گیری سختی بود که رافینیا رو خاطر رافینیا و دمبله دیگه با یامال شانس اصلی هم، ولی من خود رافینیا و دمبله رو اون اصلی ترین شانس ها میدونم. من خیلی فکر کردم و یه چیزم بگم بچه‌ها، این که رافینیا یک کم شانس داره که قهرمان یعنی برنده توپ طلا بشه به خاطر این سگانی پی اس جی فقط توی لیگ فرانسه بود. یعنی اگه مثلا لیگ انگلیس میشد دیگه اصلا در مورد رافینیا حرف زده نمیشد و دمبله که توی لیگ انگلیس بود و با تیم انگلیس قهرمان سگانه میشد قطعا باید میرفت نفر نخست، اما اینجا هنوز شک و شبهه است. باز هم مثلا قهرمان سگانه ارجحیت داره به رافینیا که عملکردش بی‌نظیر بود. رافینیا نفر دوم میشه و عثمان دمبله نفر نخست. یه بازیکن بی‌نظیر. من رافینیا رو خیلی دوست دارم. به نظر من به علاوه عمل کردی بهترین بازیکن فصل قبل اروپا بود. یعنی فاز عمل کردی این ردبندی رو دوباره از اول انجام بدم قطعا رافینیا میره اول. اما جام و یو سی ال اینقدر تاثیرش بالا هست که دمبله رو مستقیما فرسته به صدر توپ طلا. به نظر من توپ طلا به دمبله میرسه، ولی رافینیا هم اگه برد تعجب نکنید، حتی اگه یامال هم برد تعجب نکنید، چون یامال به خاطر استعداد سن کمی که داره قطعا رسانه‌ای کمی پیش اونجا پشتش هسته و رافینیا به نظر من تا یه جایی فصل خوب میدونید نفر اول بود رسانه خالی کرد پشتش رو. یعنی اگه رسانه همجور ادامه میداد به نظر من رافینیا نفر اول میمون، ولی خب در کل به نظر من دمبله میتونه برنده توپ طلا. ممنون که تا اینجا با ما بودید. این ردبندی خیلی خوبه داشت که قطعا ویدیوهای بعدی ما رو دنبال کنید، این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو اگه خواستید فعال کنید که ما هر روز قرار ویدیو داشته باشیم تا آخر تابستون و هر روز قرار ویدیوهای خفن و خوبی رو براتون بسازم. ممنون که تا اینجا با ما بودید. تا دیدار بعد، خداحافظ.